تاجیک بر روایت من. یادداشت از عمر راوی تاجیک. تاجیک یعنی آریایی. تاجیک یعنی صاحب اصل و نسب بالا. تاجیک یعنی اصیل زاده و نجیب زاده. تاجیک یعنی تاجدار. آزاد زاده، احرار. تاجیک یعنی ایرانی اصیل و بومی، نه عرب و نه ترک. نام تاجیک به ایرانویج نخستین به دایتیا می رسد، نه در ایرانی بزرگ و نه در فرارودان که پایگاه و جایگاهی اصیل تاجیکان بوده است. کسی عرب ها را تاجیک نگفته است و نمیگوید. عرب هایی که آمدند در مناطق تاجیک نشین، در بخارا، در سمرقند، در تمام سرزمین های سغدیان، باختریان و خوارزم، تخارستان، کابلستان و سیستان و جایهای دیگر مسکن گزین شدند، نه خودشان خود را تاجیک گفتند و میگویند و نه دیگران آنان را تاجیک گفتند. و تا همین امروز عرب های این مناطق خود را عرب میخوانند. مردمان بومی ایرانی بزرگ تاریخی را برای متمایز ساختن از تازه آمدگان عرب و ترک به نام تاجیک یا تاجیک یاد می‌کردند. نه ترکان و نه مغولان خود را تاجیک خواندند. همیشه روشن و مشخص بوده است که ایرانیان را و باشندگان اصلی و بومی سرزمین‌های پهناور سغدیان، باختریان، خوارزم، آریانا و خراسان بزرگ را شامل می‌شود تاجیک میگفتند و امروز هم تاجیک میگویند. تاجیکان در اصل و اساس سغدی ها، باختری ها، سکایی ها، فرغانی ها، مرغانی ها، پارت ها، سارت ها، خوارزمی ها، تخاری ها و چند تیره و طایفه دیگر هستند که با زبان های بومی ایرانی باستان سخن میگفتند. اما در کل هر جا که فارسی زبان اصلی و بومی بوده است آن را تاجیک گفتند. تاریخ تاجیکان تاریخ ایرانویج است، تاریخ ایران است، تاریخ آریانا است، تاریخ خراسان بزرگ است. پیشدادیان تاجیک بودند، کیانیان تاجیک بودند، پارتی ها، کوشانیان، هیتالیان تاجیک بودند، برمکیان، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غوریان، کرتیان و سربداران تاجیک بودند. اصل و نسب و نام و نشان تاجیک مثل آفتاب روشن است. تاجیکان در سراسر جهان پخش شدند. جایگاهی اصلی و عمده تاجیکان تاجیکستان غربی، مناطق تاجیک نشین ازبکستان، تاجیکستان امروزه و تاجیکستان جنوبی، منطقه های تاجیک نشین خراسان، کشورهای فرارود، پاکستان، ایران، کشمیر و شینجان چین می باشد. تاجیکان با زبانهای پارسی و زبانهای دیگر ایرانی باستان، شغنی، واخانی، یغنابی و دیگر سخن میگویند. همچنین تاجیکان در پاکستان اکنون با زبانهای پشتو و اردو گپ میزنند. تاجیکان به طور عمده مسلمان سنی، اما یک بخش از آنها شیعه و اسماعیلی هستند. شمار از تاجیکان زرتشتی و عده هم بیدین و بیمذهبند. تاجیک یک ملت بزرگ است، یک ملت تاریخ ساز، یک ملت با فرهنگ، یک ملت تمدن آفرین، آفریننده و گسترش دهنده اصلی و اولین زبان شیرین پارسی، همان زبان نوینه که ما اکنون با آن سخن میگوییم تاجیکان میباشند. مالک اصلی لفظ زری تاجیکان هستند. با تاجیک بودن خیش میبالیم. تاجیک نیکنامی، تاجیک عزت، تاجیک دانش و ادب و تهذیب و حکمت، تاجیک شعر، تاجیک زیبایی و لطافت و نرمی و صفا، تاجیک مبارز و آزادیخواه، دادگستر، دشمن شکن، تاجیک آموزگار، تاجیک نماد، دیگر پذیری، تاجیک شهرت دینداری و عرفان و اخلاق. من تاجیکم. افتخار میکنم که با این مردم و ملت سلحشور و درفش افراز، عشق و انسانیت تعلق دارم. تاجیکم، با تاجیکانم زنده‌ام.